سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. خوش اومدین به این ویدیو. تا آخر این ویدیو همراه ما باشین تا آلفابه ترکی رو از 0 تا 100 با هم دیگه یاد بگیریم. برای آموزش آلفابه من از کتاب یدی اقلیم کمک گرفتم که به شما آموزش رو به صورت کامل بدم. خب قبل از هر چیز، زبان ترکی چند تا حرف داره؟ 29 تا حرف داره که یک سری از این حروف صدادار و یک سری بی صدا هستند که اینها رو توی ویدیوهای بعدی بیشتر بهش میپردازیم و توی این جلسه فقط با همدیگه حروف و یه سری کلمات رو با همدیگه قراره یاد بگیریم. من این ویدیو رو زیاد طولانیش نمی کنم و با همدیگه از حرف اول یعنی حرف آ شروع کنیم. حرف آ همون ای انگلیسی هستش، به همون صورت نوشته میشه و فقط به صورت آ تلفظ میشه. نمونه کلماتی که با آ داریم: به آت به معنی اسب، آنه به معنی مادر، آرابا به معنی ماشین میتونیم بگیم و آ زیاد نکته خاصی نداره. بالک میشه ماهی. حرف اولش ب هستش که همون بی انگلیسی هستش و ما به اینجا تلفظش میکنیم. بیلت به معنای بلیت، بارداک به معنای فنجان میتونه که لیوان میتونه از نمونه های این حرف باشه. حرف بعدی ج هستش که طریقه نوشتنش همون سی انگلیسی هستش، همون جور که میبینین و از کلمات نمونه میشه به عنوان جوزدان به معنی کیف پول، جپ به معنی جیب، جام به معنی شیشه اسم ببریم. حرف بعدی که خیلی جدید هستش، اونایی که زیاد با زبان ترکی آشنایی ندارن و چون این حرف رو ما تو انگلیسی هم نداریم جدیده، چه هستش. چه خب همون چه، ولی نحوه نوشتاریش همون ج هستش، همون سی انگلیسی هستش و پایینش یه خط ریزی داره که ما این رو چه میگیم. چیچک به معنی گل هم میشه، چانتا میشه کیف و چای میشه چای. حرف بعدیمون د هستش که اینم باز نحوه نوشتاریش خیلی عادی مثل دی هستش و از نمونه کلمات به دوماتس به معنای گوجه فرنگی، درس به معنی درس، دووار به معنی دیوار میتونیم بگیم. حرف بعدی ا هستش. الما میشه سیب، اکمک میشه نون، ال میشه دست. اما نکته‌ای که داره هیچ وقت و به جز یه سری استثناءات تلفظ نمیشه و ما فقط این رو به عنوان استفادهش میکنیم. حرف بعدی ف هستش. باز این هم خیلی ساده است و هنوز به اون کلمات و حروف عجیب غریب نرسیدیم. فیل میتونیم بگیم که همون فیل میشه، فاره میشه موش. البته فاره به معنای موس هم میتونه استفاده بشه، یعنی 2 تا معنی داره. فرن به معنای اجاق و فر میشه. حرف بعدی گ هستش، به همون جی انگلیسی نوشتاریشه ولی ما اینجا گ میگیم بهش. گزلوک میشه عینک، گونش میشه آفتاب، گملک میشه پیراهن. خب رسیدیم به یکی از اون حروف عجیب و سخت. یوموشاک گه نرم میشه، یوموشاک میشه نرم، گه هم همون گه میشه. ولی چرا بهش میگیم گه نرم؟ یعنی چی؟ اصلا اینو نمیتونیم بخونیم. حالا من به این کلماتی که میخونم خوب دقت کنین چطوری تلفظش میکنم. یه حالت مشابه فارسیش میشه تشدید، یعنی همون تشدید تقریبا، ولی یه ذره حالا نحوه استفادهش متفاوته. یه دور با هم دیگه این کلمات رو من میخونم، شما هم دقت کنید، با صدای بلند این رو گوش کنید و دقت کنید. با، اورنجی، یامور. یه دور دیگه میگم: با، اورنجی، یامور. یه ذره اینجاها رو بیشتر میکشیم و یه ذره مکس میکنیم، ولی مثل تشدید یهو ضربی نمیگیمش، یه ذره فقط بیشتر میکشیمش. با به معنی یه سری از این گاوای میش میشه، نمیدونم اسمشون چیه، همینا که عکسش الان اینجا هستش. اورنجی به معنای دانش آموز، یامور به معنای باران. و نکته‌ای که داره هیچ وقت اول و آخر استفاده نمیشه. البته آخر استفاده میشه ولی اول یک کلمه احتمال اینکه استفاده بشه صفره.
حرف بعدی ه هستش. ه هم باز همون اچ انگلیسی میشه و ما اینجا ه میگیم بهش. تو زبان ترکی هاستانه به معنی بیمارستان، هارف به معنی حرف، حروف، هاولو به معنای حوله. حرف بعدی که داریم من اول اینو بگذاریم، این یکی رو به شما توضیح میدم، بعد میریم سراغ این یکی حرف. ای همون آی هستش و ما اینجا ای میگیم. ای همون ای ساده، مثلا انجیر میشه انجیر، اینترنت، اینک، گاو. حالا این یکی حرف که میبینین همون ایه ولی نقطه نداره، یا کن طرز نوشتاریش همونه ولی بدون نقطه ولی تلفظش یه ذره متفاوته. فقط به تلفظش گوش کنین، اینا رو تا گوش نکنین، تمرین نکنین یاد نمیگیرین. اشک، ارماک، ازگارا. یه دور دیگه میگم. اشک، ارماک، ازگارا. یه ذره باید از تو و از ته حلق اینو بگین. این نقطه داره ای، بدون نقطه ا هستش. حرف بعدی ژ هستش. ژاپنیا میشه ژاپن، ژیلت و با ژ هم زیاد باز نکته خاصی نداره. حرف بعدی که هستش، نوشتاریش همون مثل که هستش. اینا کلمه حروف زیاد خاصی نیستن، فقط بعد تو خواندن و نوشتن بهشون دقت کنین که بعضیاشون که با نقطه و بی نقطه بهشون خیلی دقت کنین. کپک به معنی سگ، کالم به معنی مداد، کتاب به معنی کتاب هستش. ل رو داریم. لیمون به معنی لیمو. لوکانتا رستوران میشه، این رستورانای خود ترکا که هست غذای سنتیشونو میدن. لیرا هم که واحد پولیشون هستش. حرف بعدی م هستش. ماسا، مطفاک، میوه. ماسا میشه میز، مطفاک میشه آشپزخونه، میوه هم میشه میوه. حرف بعدی ن هستش. نار به معنی انار، نکتا به معنی نقطه و نال رو هم اینجا نوشته. او رو داریم. او این هم خیلی ساده است. اتوبوس، اودا، اوکول. اوکول به معنی مدرسه، اودا به معنی اتاق، اتوبوس هم به معنی اتوبوس. باز دوباره رسیدیم به این نقطه دارا. این حروف نقطه دار یه ذره کلن حروفی هستن که چون ندیدیمشون خواستم، ولی یه ذره تمرین کنی خیلی سریع باهاشون جور میشین. یه دور دیگه میگم. او معمولی او هستش. این او هستش. اردک، اودو، اورنک که این رو هم باز باید تمرین کنیم و حتما تو جلسات و ویدیوهای بعدی بیشتر به این حروف میپردازیم. پ رو داریم. پ از نمونه کلمون میشه به پارا به معنی پول، پنجره به معنی پنجره، پیلاو به معنی پلو نام ببریم. ر رو داریم. رادیو، رنگ، روژ. س رو داریم که ساعت، صنف، سو از نمونه کلمات هستش. ساعت به معنی ساعت، صنف به معنی کلاس، سو به معنی آب میشه. دوباره رسیدیم به یه دونه از اون حروف جدید. ش رو داریم. ش مثل همون سه نوشته میشه، فقط پایینش دوباره این نقطه و خطا داره که نحوه نوشتاری کامل این خطای زیر حروف رو من کامل توی یه شورتس ویدیو توی چنل یوتیوبمون قرار میدم. شاپکا، شیشه، شکر. شاپکا به معنی کلاه، شیشه به معنی بطری، شکر به معنی شکر. ت رو داریم. ت توپ، تلفن، تاراک. او رو داریم. اوچاک، اوزون، اویکو میشه او و دوباره یه دونه این نقطه دارا داریم که او تلفظ میشه. اوزوم، اوتو، اولکه. یه دور دیگه میگم. اوزوم، اوتو، اولکه. و رو داریم. والیز، ویشنه، وازو.
ی رو داریم، یومورتا، یلدز، یول. و حرف آخر زبان ترکی استانبولی ز رو داریم، زورافا، زیل، زیتین. این به صورت کامل و بسیار دقیق من حروف رو به شما یاد دادم. این حروف زبان ترکی زیاد سخت نیست، شاید تو نگاه اول یه ذره جدید به نظر بیاد، ولی یه ذره وارد کلمات بشیم خیلی کلمات شبیه و یکی رو با فارسی داریم. مثلا یکیش رو بخوام اینجا لیمون لیمو میشه، نار انار میشه، خیلی شبیه داریم. اردک اردک میشه، خیلی اینا شبیه هم هستن و یه ذره آشنا بشیم اورنک مثال میشه و یه ذره با اینا آشنا بشیم راحت میتونیم که زبان ترکی رو کامل یاد بگیریم. تو جلسات بعدی به بقیه مباحث از این کتاب هم خواهیم پرداخت. به زودی دوره 0 تا 100 این کتاب رو هم توی کانال یوتیوب به صورت رایگان قرار خواهیم داد. ممنون از وقتی که گذاشتین، امیدوارم بهره کافی رو برده باشین. görüşürüz.